چیزی بلدی از درس هات؟ بله. مثلا چی بلدی از؟ یه شعر بلدم، اونم از اول یادم، اون پیش شبستانی بوده. میتونی برامون بخونی اون شعر؟ نه 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 اوکی، اون نه نه اون نه نه اون نه نه نه. یه شعر از کتاب ادبیاتتون برامون بخون. هی آبادی مستون، برج بلند تو برج هوایی بود، پوچی هرچه بخوایی بود، بین این همه ماهی معصوم که رود تو خوش، مگه سرخ مگه این تو سرخ. کتاب ادبیاتتونه؟ بله بله. شاعرش ادبیات کیه؟ رپ، سارنا و بهرام. درس بخونی بهتر نیست کلا؟ بله خب چرا نمیخونی؟ میخونم. چی الان درسات چی بلدی؟ چی؟ فارسی، علوم، ریاضی بپرسی هستم. ریاضی بپرسم؟ بله. 7 9 تا. قاطی کردم. آقا چی آخه میپرسی الان؟ روز حفظی چطوره؟ خیلی خوبه. تو یه روز 100 بیت شعر رو حفظ میکنم. خب الان میتونی برامون بخونی چیزی؟ نه 2 روزه یادم میره. فکر نمی‌کنی آیندهت خراب میشه اگر درس نخونی؟ نه تو خودت این همه درس خوندی، الان شدی این مجری این همه مسخره بازی.